پیام مخصوص به اسرائیل مستقیما ارسال شد. دیشب، پریروز و حتی امروز اتفاقاتی افتاده که نمیشه از کنارش ساده گذشت. ایران از چند شهر مختلف مثل تهران، سمنان، مشهد و خرم‌آباد چندین موشک مختلف شلیک کرد. این حرکت مهمه چون شلیک همزمان موشک از چندین نقطه و با لانچرهای متحرک یعنی رزمایش ساده نبوده، بلکه تمرین جنگ واقعی بوده. یعنی در نبرد بعدی دشمن با یک پایگاه ثابت طرف نیست، بلکه با یک شبکه پراکنده موشکی و متحرک روبروه. بر اساس ویدیوها فاصله پرتاب بین موشک‌ها بسیار کوتاه بوده، یعنی چند دقیقه تا حد اکثر 10 دقیقه. وقتی نیروی نظامی یک کشور اینجوری موشک شلیک میکنه یک معنی میده: ما 100% آماده ایم و داریم تمرین واکنش سریع انجام میدیم که بسیار حائز اهمیته. اما سوال: چه موشک‌هایی شلیک شد؟ هیچ آمار رسمی دوستان وجود نداره، ولی از روی پرتابگرهای جاده‌ای و شعله‌های خروجی موشک‌ها مشخصه که موشک‌های سوخت مایع بوده، اونم با برد حدوداً 300 الی 700 کیلومتر. موشک‌های سوخت مایع مثل شهاب و قدر نبوده، چون اونا از سکوهای ثابت پرتاب میشن و مخفیگاهشون شناسایی میشه. ایران داره نشون میده که ما شبکه سازی جنگ رو طراحی کردیم. اسرائیل و آمریکا هم واکنش نشون دادن و حالا باید ببینیم که اونا در جواب چی کار میکنن. حالا به نظر شما اونا چه واکنشی نشون میدن؟ حتما نظرتون رو این زیر کامنت کنید.